ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقتی که شما میگویید که من مسلمانم، مؤمن هستم و مسلمان شدم، شما گمان میکنید و میپندارید که ما شما رو نمیسنجیم. حتما شما رو میسنجیم. پیش از شما بوده ها رو ابتلا کردیم. فتنه به معنای ابتلا کردیم و شما رو هم حتما ابتلا میکنیم تا که بدانیم که شما در همین ایمانتون راست هستید یا دروغ هستید. و ابتلا خیلی گوناگون است و در مرور زندگی می آید و خصوصا علما و طالب علم خیلی باید در احتیاط باشن، خطر است. برای این صحابگان رضی الله عنهم رو ببینید که همیشه خود را در حالت خطر احساس میکردن، هیچ وقت در خود را امین از مکر الله حس نکردن. خود را از جانب الله همیشه در امنی حق